جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما را به برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. این آیه مبارکه در سوره الحجرات آیه 6 الله تعالی پیام داره برای اهل ایمان و برای بندگان خود که در ابتدای آیه بیان میکنه: یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان. در قرآن وقتی یا ایها الذین آمنو گفته میشه، الله سبحانه و تعالی میخواد بندگان خود را درست و صحیح تربیت کنه. تربیت یافتگان مکتب قرآن باید در تمام دنیا نمونه باشن. درسته هر شاگرد خطا داره، لغزش داره، شاید درس را یک مرتبه دو مرتبه گفته بشه متوجه نشه، نفهمه، ندانه. باز هم اینجا دلسوزی معلم را نشان میده که بارها و بارها تکرار میکنه. الله سبحانه و تعالی چقدر در قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، تا بندگانش متوجه بشن. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میگه ای اهل ایمان، متوجه باشیم که برای شما وقت خبری میرسه، وقتی خبری رسید فوراً تصمیم نگیرید، تحقیق کنید، او جستجو کنید، در عرصه تبیین و اینها تلاش بورزید. ان جاءکم فاسق، اگر برای شما خبری آورد یک فاسقی، بنبین، به یک خبری، فتبینوا، اینجا تبیین لازم هست، اینجا جستجو لازم هست، اینجا لازمه که شما تحقیق کنید. این پیام قرآن، این پیام الهی، وقتی ما از این پیام های قرآنی دور ماندیم دچار مشکلات شدیم. وقتی اخبار تبیین و تثبت نکردیم دچار مشکلات شدیم. هر کس به ما خبری داد فوراً تصمیم گرفتیم. حالا راست بود، دروغ بود، واقعیت داشت، نداشت. ما مسئولیت داریم که اخباری که به ما میرسه ما نگاه کنیم. اخبار احتمال صدق و کذب داره. شاید طرفی که خبر آورده غرض داشته، شاید دشمنی داشته. شما متوجه شوید، فوراً تصمیم نگیرید. این پیام قرآن را در ذهن داشته باشید. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خبری که به شما میرسه شما به او خبر فوراً تصمیم نگیرید، تحقیق کنید، بررسی کنید، جستجو کنید که آیا این خبر واقعیت داره
یا نداره. چقدر در بین امت اسلامی خصوصا در افغانستان چقدر قتل ها صورت گرفته بر ظن و گمان. فلانی برای تو چی گفت؟ فوراً تصمیم گرفتن و او را کشتن. چقدر زنها به طلاق رسید بر خبرهای بیجا. کسی آمد ذهنیت شوهر را خراب کرد نسبت به همسرش، همسر بیخبر از قرآنی که این پیام قرآن را نمیدانست، بدون تحقیق و بررسی زن را از خانه کشید. چقدر زنهایی که از این پیام بیخبر ماندن، کسی آمد ذهنیت او را نسبت به شوهرش خراب کرد و او از خانه شوهر بیرون شد. چقدر خانه ها خراب شد بدون تحقیق اخباری که آمد. پس قرآن میگه ان جاءکم فاسق بنبأ، تحقیق بکن. اگر کسی برای شما خبری آورد که فلانی کافر هست، جا در جا تایید نکنید. اگر کسی به شما خبری آورد که فلانی فاسقه یا فلان زن فاسقه، شما تایید نکنید، جا در جا تصمیم نگیرید. اگر کسی به شما خبری آورد که فلانی ظالم هست، شما تایید نکنید فوراً. شما تصمیم نگیرید، تایید کردید، اگر نبود مسئولیت اخروی. اگر دست به خون کسی آلوده نمودید، چقدر گناه عظیم و بزرگ. این است که قرآن میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر به شما خبری آورده شد نگاه کنید. شاید او کسی که خبر آورده مرض داشته، خبرش درست نباشه. ما چقدر در بین جامعه میبینیم یک شخص قسم میکنه فلانی قمارباز هست. برایش میگیم که تو دیدی که فلانی قماربازی کرده؟ نه من شنیدم. استغفر الله، چقدر سخته. میبینیم در بین جامعه یک شخص برای دیگران میگه متوجه باشید فلان شخص زناکار هست. از او پرسان میکنید شما خبر دارید، دیدید که فلانی زنا میکنه، زناکار هست؟ نه من شنیدم. این شنیدن ها و این اخبار پوچ و اخبار شیطانی وضعیت جامعه را دیگرگون میکنه. این اخباری که نه اولش معلومه نه آخرش معلومه نه بالاخره، اینه که تخم نفاق و کینه و عداوت و دشمنی رو بذر میکنه. چقدر خانه ها خراب شد با اخبار دروغ، چقدر انسان ها کشته شد با اخبار دروغ، چقدر زنها به طلاق رسید با اخبار دروغ، چقدر طفل ها یتیم شد با اخبار دروغ، چقدر زنها بیوه شد با خبرهای دروغ. اینه که این پیام قرآن هست ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تبین، تثبت، اینها لازمه، ضروره. ما نمیتوانیم قضاوت عجولانه داشته باشیم. یک شخص، مثال بیان میکنم، یک شخص تازه از سفر آمده، لحظه ای که نزدیک خانه خود رسید، این خانه اش هست و این دروازه مسجد هست. از این طرف اقامت رو گفتن، صدای اقامت بلند شد. شخص مسجد نیامد، رفت به خانه خود، تازه از سفر آمده. حالا تو مسلمان حق نداری که این را بگی فلانی را من دیدم که وقت نماز مسجد نیامد، مستقیم خانه خود رفت. صدای اقامت بلند شد، مسجد نیامد، به خانه خود رفت. تو مسلمان این حق را نداری،
چون به خاطری که یقین تا به حال برای تو حاصل نشده که این بینماز هست، تارک الصلات هست. این از سفر آمده، شاید نماز ظهر و عصر با هم جمع کرده باشه، عصر خوانده باشه، الان مقیم شده. شاید قبل از این در مسیر راه خوانده باشه، حالا به خانه رسیده. پس این که گفته شده ظن المؤمنین خیرا، گمان مسلمان به نیکی باشه، متوجه باشید که خیلی از گمانهایی که ما داریم معصیت، اثم، گناهه. قرآن میگه ان جاءکم فاسق بنبأ. حالا این شخص هر جا بنشینه، من فلانی را دیدم که بینماز هست، فتبینوا، این تحقیق بشه که آیا این راست میگه یا دروغ. مسئله دیگر، یک شخص میآیه فلانی روزخور هست، روزخواره، روزه نمیگیره. چی خبر داری که روزه نمیگیره؟ من او را دیدم روزه میخورد. میدانی که خوردن روزه بر سه کس ماخیزگی نداره. اول شخص رو میبینی که روزه میخوره، شاید مسافر باشه، برای مسافر افطار اجازه هست. آیا تحقیق کردی که این چرا روزه میخوره؟ شاید مسافر بود. این کسی که میگی روزه خوار هست، با دید بدی طرفش نگاه میکنی، شاید مریض باشه. ده ها و صدها شاید دیگر مریضه، شریعت برایش اجازه داده. ولو این که شخص مریض هم نیست، مسافر هم نیست، او را میشناسی که این مریض هم نیست، مسافر هم نیست، استاده روزه میخوره، گلاس آب به دستش مینوشه، خب این شاید فراموش کرده روزه را. وقتی روزه را فراموش کرد، گلاس آب به دستش آمد و نوشید، تو دیگه قضاوت نکن که فلانی روزه خوار هست. پس اگر به شما خبر آوردن که فلانی روزه خوار هست، فتبینوا، این را تحقیق کنید. مسافر بوده خورده، مریض بوده خورده، روزه را افطار کرده یا فراموش کرده. پس به هر حال این پیام قرآن پیام است که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. وقتی برای شما خبری رسید، اگر برای تو زن خبر آوردن که شوهر تو آدم بد است، فوراً تصمیم نگیر. شاید دشمن تو باشن، میخوان زندگی تو را خراب بکنن. تحقیق بکن، خواهد دانستی که چنین نبوده. اگر برای تو شوهر کسی خبر آورد که همسر تو، خانم تو انسان بد است، فوراً تصمیم نگیر. تو کسی که تجارت میکنی، اگر برای تو خبر آوردن که شریک تو انسان بد است، فوراً تصمیم نگیرید، تحقیق کنید. حتی اگر برای شما خبری آوردن که فلانی در پی قتل شماست، در پی نابودی شماست، فوراً تصمیم نگیرید، تحقیق کنید. فتبینوا. چرا؟ ادامه آیه را بشنوید. الله میگه یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا. کسی که راپور آورده یا جاهل هست یا نمیدانه یا در پی تخریب شماست، متوجه باشید که فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. نشه که خدای نخواسته بعد از کاری که انجام میدهید به پشیمانی بیفتید. پروردگار عالم به همه ما توفیق بده تا اینکه اخباری که به ما میرسه تحقیق کنیم که آیا واقعیت داره یا نداره. پیام های قرآن را فراموش نکنید، اینها همه سرمشق برای زندگی ماست. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
جماله إعجازه وحروفه